یک حدیث بگم درباره جنایت پدران و مادران؟ نه اینو نگو، همه الناس معادن بگو. این چیزایی که پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند اگر کسی آمد خواستگاری دخترتون که از دین و اخلاقش راضی شدی بهش بدید، درنگ نکنید، از دین و اخلاقش بپرسید بهش بدید، نگید میریم فکر ما میکنید. تو همون لحظه‌ای که میگی فکر ما میکنیم شیطان وسوسه میکنه. یک نفر تو طایفه خبردار میشه بگید میخوام بدن، من اجازه نمیدم خواهرم بگید بدن، هیچ نداره اصلا، آخر به هم میزنه. میگه اگر این کار نکردی، پیامبر میگه صلی الله علیه وسلم ان جاءکم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه، میگه اگر این کار نکردی منتظر اولین فتنه و فساد در مسائل ناموسی و عفتی خانواده خودتون باشید. در جای دیگه پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند هرچی آمار متأهلین در جامعه بالا برود و مردم کمک بکنن که روز به روز با آسانترین امکانات و کمترین امکانات و ساده ترین راه ها بتونیم آمار متأهلین را بالا ببریم و آمار مجردین رو کم بکنیم، آمار امنیت، آمار جرم و جرایم، امنیت میره بالا، جرم و جرایم کم میشه، آمار برکت، آمار حفظ ایمان، هدایت، فرزندان صالح، اینا همه با هم آمار میره بالا. اگر آمار مجردین رو کم بکنیم، آمار متأهلین بالا، پیامبر گفته جرم و جنایت کم میشود. هر یک ازدواجی جلوگیری از یک جرم و جنایت نیست.